گفتیم که قرار سریال 10 قسمتی مستر بیست رو دوبله کنیم و رو سایتمون قرار بدیم. بعد بچه ها تو کامنت ها جامه دریدن که وای پوریاوستم پولی شد. عزیزان آرام باشید، پوریاوست همچنان رایگان است. کانال که همه چیش به منوال قبله. ما هر ویدیویی که مستر بیست رو کانالش بذاره رو براتون دوبله میکنیم و همینجا قرار میدیم. این سریال بیست گیمز جدا از ویدیوهای یوتیوبه. این ویدیویی هم که مستر بیست رو کانال یوتیوبش گذاشت و امروز براتون دوبلش کردیم مسابقه انتخابی بیست گیمز هست، نه سریال اصلی. سریال اصلی رو اصلا نمیشه رو یوتیوب گذاشت. هر کی بذاره فوراً ویدیوش حذف میشه و استرایک میگیره. حالا ما گفتیم چیکار کنیم که بتونیم این سریال رو دوبله کنیم. یه سایت بالا آوردیم، گفتیم هر کی دوست داره محتوای اضافی ببینه به غیر از ویدیوهای یوتیوبمون که سر جاشونن میتونه بره از وبسایتمون ببینه. اگه دوست دارین فداتون بشم. واسه اونایی که میخوان برن دوبله های بیشتری که تو یوتیوب نمیشه گذاشت و ببینن و حمایت کنن و اینجور چیزا، لازم نیست توهین کنید، ناراحت بشید. حالا من میدونم بعضی از بچه‌ها میگن آقا ما پول نداریم، یا دوستای فارسی زبان خارج از ایران مثل دوستان افغانستان و تاجیکستان. اشکالی نداره عزیزم، من درک میکنم. ما همچنان واسه شما محتوای رایگان توی یوتیوب میذاریم. حالا واسه شما رایگانه، ما اون خرجی که واسه ویدیو کردیم از یوتیوب در میاریم. اون سایت یه جورایی اونلی فنزه، فقط پنکه هاست، یعنی فقط طرفدارای واقعی که دوست دارن دوبله های بیشتر و متفاوت تری ببینن و از هنرمند مورد علاقهشون حمایت کنن. ما هم در ازاج هم ویدیوهای خاص و غیر یوتیوبی براشون قرار میدیم و هم تو قرعه کشی 5 میلیون برای 50 نفر و بقیه جایزه‌ها شرکتشون میدیم. اگه دوست داشتی یه سر به سایتمون بزن، اگرم دوست نداری قربونت برم فدا سرت. بریم ویدیوی امروز رو با دوبله فارسی رایگان ببینید. من الان روی 5 میلیون دلار پول نشستم و 2000 شرکت کننده دروازه ها رو باز کنید. قراره سر این جایزه رقابت کنن. چیزی که قراره ببینید شروع اتفاقیه که توی تاریخ برنامه‌های تلویزیونی بی سابقه بوده. 2000 شرکت کننده قراره توی یه سری رقابت با هم مبارزه کنن تا بتونن یه جا واسه خودشون تو سریال 20 گیمز من رزرو کنن. خانوما و آقایون لطفاً خوب دور و برتون رو نگاه کنید. در پایان این ویدیو قراره 1000 نفر از شماها حذف بشید، اما از بین افرادی که به سریال 20 گیمز راه پیدا میکنن قراره یک نفر برنده این جایزه باور نکردنی 5 میلیون دلاری بشه که زندگی هر کسی رو عوض میکنه. بریم سراغ اولین رقابت. پرده ها رو بندازید. اولین چالش امروز قراره قدرتتون رو تحت آزمایش بذاره. 10,000 پوند؟ وای خدا من دیدمشم دستم درد گرفت. لطفاً همگی به 5 گروه 400 نفری تقسیم بشید. آخرین گروهی که این تخت سنگای 5000 کیلویی رو به خط پایان برسونه از مسابقه حذف میشه. بزن بریم. بچه وزن دقیق این تخت سنگا میشد 4000 و تقریبا 500-600 کیلو. حالا من تو دوبله رندش کردم گفتم 5000 کیلو، ولی 10,000 پوند میشه 4500-600 کیلو. بزن بریم. استراتژی ما اینه که قویامون جلو وایسن. این تیم ساخته شده برای کمر شکستن، روی خراب کردن و نابود کردن اگه رویا. میخوام واقع بین باشم من برای اینجا ساخته نشدم. قراره 400 نفر از شما حذف بشید. فکر خونه رفتن رو بندازید دور. بچه‌ها پای 5 میلیون دلار در میونه، باختن و بیخیال میشه. 3 2 1 برید. اون گروهی که آخر برسه حذف میشه. وای خدا جون خیلی نزدیک بوده. آفرین 3 تا از گروه ها به خط پایان رسیدن. یکی از گروه های قرمز یا زرد قراره بره خونه. آفرین قرمز. ای وای گروه زرد برنده شد. قرمز شانس برنده شدن 5 میلیون دلار از دست داد.
وای پسر اصلا باورم نمیشه دور اول حذف شد. گروه قرمز شهرونده که حذف شدید، واسه بهتر شدن حالتون نفری $2000 بهتون تقدیم میکنیم و این شرایط برای همه برقراره. هر کسی که اینجاست فقط به خاطر اومدنش $2000 میگیره. بله درسته، تازه 3 دقیقه است که ویدیو شروع شده و همین الان ما $800,000 دادیم رفت و با توجه به 2000 نفری که اینجان، یعنی ما در مجموع $4 میلیون فقط برای حضور اونا بهشون میدیم. بچا $4 میلیون خیلی پوله ها. یعنی این مستربیس همین جوریش ویدیوهاش بسیار پرخرج بود. حالا که یه کمپانی فیلمسازی مثل آمازون پرایم هم اومده پشت سرش، یعنی رسما بودجه نامحدود داره. قشنگ بهش گفتن داداش برو هر کاری دلت میخواد بکن. اینجان یعنی ما در مجموع $4 میلیون فقط برای حضور اونا بهشون میدیم. یه چند تا از شرکت کننده هم تصمیم گرفتن یکم زودتر برن خونه. واقعا دیگه وقتش شد برم بیرون. 24 ساعت انجامش شدم، یه روز خب اینه کامل. که نفری $2000 گیرشون میاد. که البته شاید فکر بدی هم نباشه، آخه چالشای بعدی قراره خیلی بدتر باشه. تبریکات ویژه، شما اولین چالش پشت سر گذاشتید. با همگروهیاتون حال میکنید مگه نه؟ به خاطر اونم که الان اینجا هستید. گروه سبز، نارنجی، صورتی. متاسفانه تو چالش دوم رقباتون قراره همگروهیاتون باشن. لطفاً کیفا رو بیارید. فقط بچه‌های گروه صورتی لطفاً دور این خط قرمز جمع بشید. جلوی روتون دریایی از کیفای مختلفه. توی بعضیا نوشته هست و توی بعضیا امن. ما قراره به مدت فقط چند لحظه روی این صفحه کیفای امن و حذفو بهتون نشون بدیم. باید جای کیفای امن رو به خاطر بسپارید و قبل از بقیه خودتون رو بهشون برسونید. باید سریع فکر کنید و سریع‌ترم بدوید، چون از هر گروه 400 نفره 50 نفر قراره حذف بشن. خیلی خوب، نقشه رو نشون بدید. خیلی خوب، ردیف دوم. هفتم، ردیف هفتمه. امیدوارم کیفاتون رو انتخاب کرده باشید. 3 2 1 برید. ای وای چه وضعیتیه. آروم، مواظب باش. وای خدای من. امیدوارم این همونی باشه که فکر میکنم و اگه نباشه قطعا مقصر یکی دیگه است. به نظرت کیفت امنه؟ چیزی ای نداره. پس شانس این که 5 میلیون ببری به طور کامل به امن بودن یا نبودن این کیف بستگی داره و تو نمیدونی کدوم. آره. موفق باشی. خب حالا که همه کیفاشون رو انتخاب کردن، وقتشه ببینیم داخلشون چیه. آیا کیفی که دستتونه اجازه میده برید مرحله بعد یا به قیمت این جایزه $5 میلیون پاتون تموم میشه؟ 3 2 1 بازشون کنید. تبریکات ویژه به 350 نفری که کیف سبز بهشون افتاد و اون 50 نفر قرمزم متاسفانه حذف شدن. شرمنده رفقا، ولی باید از سالن برید بیرون. فکر کردم کیف امنه. انتظار اینو نداشتم. فکر کردم بیشتر دووم میاره. کیفم امنه، واقعا کیفم امنه. تونستم، کیفم امنه. این عالیه. بچه‌های صورتی میتونید برگردید سر جاتون. اونایی که باختنم $2000 رو بگیرن و برن بیرون. حالا که تیم صورتی 50 نفر رو از دست داد، ما دوباره کیفا رو جابجا کردیم تا این بار تیم نارنجی شانسش رو امتحان کنه. خب تیم نارنجی، امیدوارم حاضر باشید چون وقتشه که نقشه رو ببینید. شما اولیه رو برداریم، من میرم ته. خدای من خیلی مضطربم. بریم سراغ 1 و 2 و 3 و 4. 3 2 1 برید. نظر بردی؟ خدا کنه خوب باشه. خب ببینیم کیا میرن واسه جایزه $5 میلیون. کیفاتون رو باز کنید. چی گیرتون اومد؟ برنده های تیم نارنجی که جاشون راحته و ما به بازنده هم نفری $2000 رو دادیم. خیلی ممنونم. مرسی که اومدی. و حالا نوبت گروه سبزه. نقشه رو نشون بدید. من میرم سراغ این یکی. خیلی خوب، منم میرم اونور. بچهای زرد، استرس دارید؟ حواستون رو خوب جمع کنید، خیلی مهمه. نگاهشون کن، تا جایی که میتونن دارن تمرکز میکنن. برید.
بابا خیلی آدم اینجاست، آدم میترسه یهو یکی زیر دست و پا بیفته و همینجوری هم بوده، چون پیر و جوون با هم دارن رقابت میکنن و مثل که یه خانم پیری توی همین مرحله از رقابت یه نفر هولش داده بود و سرش خورده بود یه جایی و آسیب دیده بود. البته خب همشون با مسئولیت خودشون اومدن توی این بازی و مطمئنا احتمال آسیب دیدن هست، ولی خب یکم ترسناکه دیگه اگه بیفتی زیر دست و پای این همه آدم، مخصوصا اگه سنت بالا باشه. 3 2 1 نشون بدید چی گیرتون اومد؟ خب 50 نفرم که از گروه سبز حذف شدن و من واسه دور نهایی یه برنامه ویژه تو ذهنم داشتم. تیم زرد یادتونه گفتم توجه کنید؟ بچهای زرد حواستون رو جمع کنید، خیلی مهمه. شماها قراره رو همون نقشه برید که گروه قبلی رفت، بنابراین نقشه رو چند ثانیه بیشتر بهتون نشون نمیدیم. وای پسر اصلا باورم نمیشه، این خیلی مسخره است. همه دور محوطه جمع بشید. خودشه، همگی تمرکز کرد. نقشه رو نشون بدید. من میرم سراغ اون، میرم سراغ اولی. برید. قشنگ انگار لشکر زامبیان. اینجا استراتژی همه اینه که فقط بدو، هیچ کس اون پایین مطمئن به نظر نمیاد. خب حالا که نفری کیف گیرتون اومد، بریم بفهمیم که آیا میرید واسه 5 میلیون دلار یا قراره حذف بشید. 3 2 1 نشون بدید چی دارید. وای خدا جون. بچه‌هایی که سبزگیرتون اومد، شما همتون میرید مرحله بعدی. یه سوال ازتون دارم، برنده بودن چه حسی داره؟ و این بود چالش شماره 2. بریم قبل از چالش بعدی یکم استراحت کنیم. پسر روز خیلی طولانی بود، بالاخره میتونم بخوابم. اینجا بغل پول میخوابیم، سعی داریم جذبش کنیم. با هم اومدیم، کنار هم میخوابیم، با هم میبریم. خوب استراحت کنید، واسه چالش بعدی به همه انرژیتون نیاز دارید. هر کاری که لازمه رو انجام میدم برای خانواده‌ام و همینطور قبیله. فکر نکنم کاری باشه که برای برنده شدن انجام ندم. تبریکات ویژه به شما 1400 نفر که تا اینجا رسیدید. فقط 2 چالش دیگه مونده تا افراد نهایی که قراره توی سریال من 20 گیمز باشن مشخص بشن. چالش سوم قوانین ساده ای داره. ما تو محوطه روبروی شما چند تا پرچم کار میذاریم. اونایی که بتونن پرچم بگیرن از این مرحله رد میشن. 1400 تا شرکت کننده داریم و فقط 1100 تا پرچم. این یعنی قراره 300 نفر از شماها حذف بشید. ما هر دفعه یه تعداد متفاوت پرچم کار میذاریم تا همه پرچم‌ها تموم بشن. اگه از خط قرمز رد شدید، حتما باید پرچم به دست بیارید، وگرنه حذف میشید. یا پرچمو برمی‌داری یا میری خونه، ولی بدون 5 میلیون. تا جایی که بتونم میدوام به یه پرچم میرسم، تو سریع‌ترین حالت ممکن میقاپمش. برای دور اول ما فقط 10 تا پرچم قرار دادیم و تعداد شما خیلی از 10 تا بیشتره. اگه مطمئن نیستید میخواید برید یا نه، بهتره عقب وایسید و منتظر یه موقعیت تو نوبتای بعدی باشید. دور اول نمیرم، دور دوم نمیرم، بسیار عالی. دور سومم که اصلا نمیرم. به زودی اولین دور شروع میشه. اگه هر دوتون برین سراغ یه پرچم چی؟ به نفعش سریع‌تر بوده. به محض اینکه صدای بوقو شنیدید میتونید شروع کنید. رفیقمون شبیه اندروتکس نبود بچه ها، خدایی شبیهشه. ببین دارم میداد وای خدای من ته هیجانه. ای وای، هر دوتاشون دارن میرن سراغ یه پرچم. ای وای، یه تصادف داشتی. جونم شماره میله پرچمه قشنگ رفت یه جاییش. تو این سریال مثل که چندین نفر آسیب دیده بودن و شک ندارم اینم یکیشون بود. اگه اینا فلزی باشه خیلی بد میشه وقتی اینا روش سقوط میکنن. خدا رحم کنه. چپ. ای وای، یه تصادف داشتی. جونم شماره 10. آفرین شماره 10. 10 پرچم تصاحب شد و 2 نفرم حذف شدن. ممنون که اومدید بچه.
ای 10 نفری که تونستید پرچم تصاحب کنید، تبریکات ویژه. شما جاتون تو مسابقه نهایی تضمین شده. فقط 12 نفر رفتن سراغش. آره مردم بیشتر از چیزی که فکرشو می‌کردم. فکر می‌کردم چند اولش صد نفر خود میان. شل شروع کردیم. این دفعه قضیه جدیه. واسه دور دوم 50 تا پرچم بیارید. یه عالمه آدم قراره حذف بشن. شما این دفعه میرین؟ آره. پرچمتون رو انتخاب کردید؟ آره. پرچم 47 مال من. سمت 49 نری. من 24 رو انتخاب کردم. 24 مال منه. همه دارن پرچم انتخاب میکنن، سعی دارن استراتژی داشته باشن، اما اگه یه نفر هم نظر نباشه همه 5 میلیون رو از دست میدن. خب توی دور دوم 50 تا پرچم داریم. وای خدا جو. رفتن باید سراغش. یه عالمه آدم پرچم گیرشون اومد. این دیوانه واره. فقط چند تا پرچم مونده، یعنی آخرش گیر کی میاد؟ شماره 20 رو دیدین؟ آره جیگر بزن بریم. همه 50 تا پرچم تصاحب شد و 5 نفرم حذف شدن. یادتون باشه هر چقدر بیشتر صبر کنید شانستون بدتر میشه. بریم دور سوم. رفتن که برن. ای وای تا الان بیشتر کسایی که از خط قرمز رد شدن پرچم گیرشون اومده و افراد زیادی نبودن که حذف بشن. فکر کنم این دورم یه 8 نفری حذف شده. میبینم شماها این عقب وایسارید، فکر میکنید هرچی بیشتر صبر کنید شانستون بهتر میشه. اما اینطوری که پیش نمیره. تو خط مقدم همه داشتن رو پرچماشون زنبیل میذاشتن. 307 برای منه. 274 گرفتش. اونو گرفتم. نمیدونم میرم سمت تعداد این کدوم. پرچمای باقی مونده داشت به سرعت کم میشد که یعنی شانس افراد باقی مونده هم دقیقاً همینطوره. عجب وضعیتیه. مواظب باشی. یعنی آخرش گیره کی میاد؟ وای آبجیمون چه تکلی زد. یکی از دلایلی که مردم صبر میکردن این بود که میخواستن با هم کار کنن. بچه‌ها ازم خواستن که اینو بذارم اینجا. خیلی خوب. حتی بعضی وقتا میذاشتن یه نفر پرچم رو بگیره. واق جور در نمیاد. چرا اینقدر مردم با هم مهربون شدن؟ بحث 5 میلیون دلاره. در نهایت باید به هم خیانت کنید. یکی باید بره خونه، یکی باید بره خونه. با کمتر و کمتر شدن پرچما استرس شرکت کننده ها داشت اوج میگیره. وای شروع شد. ای وای پات گیر کرد به خودت. آره میدونم. حالت خوبه؟ آره. خدایی این عجیب ترین چالشیه که تا الان انجام دادی. وای خدا جون باور نکردنیه. آره خدا رم کنه. تو شروع چالش خط مقدم اینجوری بود و الان اینجوریه. 179 نفر موندن و فقط 100 تا پرچم دارید. نمیخوام کسی آسیب ببینه. 50 تا از پرچما رو بیارید. اینجا رو دیگه باید با استراتژی پیش برید. فقط 2 دور مونده. پس یا باید همین الان بری یا شانستو توی دور آخر امتحان کنی. اما سوالی که وجود داره اینه که اگه بازم صبر کنی آیا شانست بهتر میشه یا بدتر؟ بریم ببینیم چی میشه. رفتن که برن. چه هرج و مرجیه. دارن میرن. یه پرچم بگیر، یه پرچم. فقط چند تا پرچم باقی مونده. اونهاش گرفتش. هنوز 115 شرکت کننده پشت خط قرمز ایستادن. این آخرین دور این چالشه. 50 تا پرچم آخر رو بیارید. 115 نفر موندن. از بین این جمعیت فقط 50 نفر قراره بیان این طرف میدون. واقعا بچه اونایی که اول رفتن شانسشون بهتر بود. مثلا دور اول 12 نفر رفتن، 10 نفر پرچم گیرشون اومد، یعنی اکثریت. ولی تو این دور آخر اکثریت قرار نیست پرچم گیرشون بیاد، فقط کمتر از نصفشون میتونن. 10 نفر موندن. از بین این جمعیت فقط 50 نفر قراره بیان این طرف میدون. با دونستن اینکه چه جایزه‌ای در انتظارشونه همه آماده ی دور آخر چالش بودن. تمرکز بچه‌ها، تمرکز. همه تمرکز کردن. قراره برن سراغش. در این نقطه بسیار حیاتی از این چالش من یه اشتباه خیلی بزرگ کردم. میکروفون رو سپردم به دوستم کارل. یو! بیا یکم هیجان بدیم. چیکار کردن؟ همه فکر کردن گفتی برو. من فقط گفتم یو. نزدیک 50 نفر از خط رد شدن. بابا گفتم یو. در طول این چالش کاملا واضح بود که صدای بوقی که شروع هر دو رو اعلام میکنه، نه اینکه کارل تو میکروفون چیزی یو! نامردی بود. بابا باید به حرف من گوش میکردید. خیلی بی‌رحمانه داشت بود. کارل فقط گفتش یو. داداش این یویی که گفتی 39 نفر رو حذف کرد.
همیشه با شیپور بادی بود، چرا با یو گفتن من رفت؟ میدونید چی قلبای شکسته این بندگون خدا رو شفا میده؟ $2000 پول نقد. اسپانسر این ویدیو شرکت مانیلاینه که کمک کرد پول تمام این بندگون خدایی که باختن رو بدیم. نفری $2000. تازه شما هم این شانس رو دارید که اگه از خدمات اسپانسر ما استفاده کنید $1000 برنده بشید برای 1000 نفر. یعنی مجموعاً $1,000,000 دیگه رو پول جایزه ها. اگه تمایل دارید از خدماتشون استفاده کنید فقط کافیه این کد اسکن کنید. و اینم از پرچم 1100. دور آخر جمع آخر نباشه. آخرین دور چالش. رقابتی سر $5,000,000. 3 2 1. خدای من! بدو! و بالاخره آخرین پرچمم تصاحب شد. بچه اگه دقت کنید مثلا اون جوونا همه اول رفتن، اونایی که حالا یه خورده سنشون بالاتر بود توپلی بودن و اونایی که مثلا یه خورده خیلی زرنگ نبودن موندن آخر و متاسفانه خیلیشون هم حذف شدن. آخرین پرچمم تصاحب شد. تبریکات ویژه برای شما 1100 نفر که میرید واسه یه چالش نهایی. این یکی بی‌رحمانه ترین چالش امروزه. شب آخر فیلم برداریمون تو استادیوم الیجن تو لاس وگاسه. این آخرین چالش قبل از شروع مسابقات اصلی بیست گیمزه. جدا از انجام کارهای خفن، این بخشی از تاریخ زندگیمه که همیشه میتونم به یادش بیارم و همیشه میتونم بهش فکر کنم و بگم پسر من توی ویدیوی مستر بیستم. خیلی خوب. 1000 نفر از شماها که این چالش آخر رو هم قبول بشن بلیت شرکت تو سریال 10 قسمتی جدید ما رو به دست میارن. هر کدوم از اپیزودهای این سریال 10 قسمتی از خفن‌ترین ویدیوهای یوتیوبی هم که تا حالا ساختم بزرگتره. کاری که ما تو این سریال کردیم باور نکردنیه. ما یه شهرک سینمایی ساختیم، یه جزیره اختصاصی هدیه میدیم به علاوه یه بزرگترین جایزه تاریخ سرگرمی و تنها چیزی که بین شما و سریال تلویزیونی من قرار داره این چالش آخره. لطفاً همگی به گروه‌های 100 نفره تقسیم بشید. تو این چالش نه احتیاج به قدرت دارید و نه سرعت. تنها چیزی که بهش احتیاج دارید اعتماده. انتخاب شماست که شانس موندنتون تو این مسابقه و برنده شدن $5,000,000 رو مشخص میکنه. تو این چالش قراره یه نفر از شما به کل تیمش از پشت خنجر بزنه. دنبال اعتماد میگردم اما وقتی کسی رو نمیشناسی اعتماد کردن سخته. نذارید کسی وارد این خط بشه. شما از جاتون جمع نخورید. همچینی نیاز داریم. اصلا نمیدونم این یارو کیه. تا حالا باهاش حرف نزدم. بقیه گروه اعتماد ندارن. میان گروه ما بعد به گروه ما اعتماد ندارن. به این آدما اعتماد ندارن. یکم ناراحت کننده است که آخرین چالشم تو این مسابقه به این آدما بستگی داره. آخرین نفری که اومد کی بود؟ یکی از بچه‌ها رسما میگه $10,000 بدن من راحت خودمو میفروشم. نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. نمیشه به همه اعتماد کرد اما به خودم اعتماد دارم. فقط همین مهمه. به این گروهی که اینجا داریم خیلی مطمئنم. فکر نکنم کسی جا بزنه. هر جور شده به اون سریال میرسیم. هیچ چیزی نیست که بتونه باعث بشه به تیمم خیانت کنه. وقت چالش شماره 4. خوشحالیشون خیلی زود تمام میشه. از الان به بعد اگه از سکویی که روش ایستادید پایین بیاید حذف میشید. هم شما و هم کل تیمتون. خب قانون بازیه که بهتون گفتم. موفق باشید. من این سکو رو به هیچ قیمتی ترک نمی‌کنم. فقط کافیه بیشتر از اون گروه دووم بیادیم. به نفعت خارج نشی. اگه خارج بشی خیلی عصبی. اگه بشم چیکار می‌کنی؟ خبر خوب اینه که 1 دقیقه گذشته و هنوز کسی حذف نشده. سرتون کیه؟ بچهای این ور چطورن؟ پول نمیخوایم جیمی، پول نمیخوایم. حالا کی خواست بهتون پول بده؟ باشه بابا. عاشق اینم که شعراشون فرق میکنه. من که هنوز پیشنهادی ندادم. خیلی باحال. جیمی سمت هر گروهی میره بهش میگم برو گم شو جون مادرت، پول مول نمیخوایم، پیشنهاد به ما نده تو رو خدا، ما میخوایم تو بازی بمونیم. من که هنوز پیشنهادی ندادم ولی احتمالاً بده. ما تحت هیچ شرایطی خریدنی کسی نمیخواد به زبون خوش بیاد بیرون؟ هی بابا پس من مجبورم برم پولامو بیارم. الان میرسم خدمتتون. من معمولا قبل از فیلم برداری استرس نمیگیرم ولی این یکی واقعا داره قلبمو میاره تو دهنم. یه نفر قراره کلی پول گیرش بیاد و 99 نفر قراره دلشون بشکنه. صحنه جالبی نخواهد. بنده 3 تا رشوه مختلف براتون تدارک دیدم که البته هنوز بهتون پیشنهادش ندادم. هنوز هیچ خبری نیست، فقط میخوام بهتون نشون بدم اینجا چی داریم. اولین رشوه من که هنوز پیشنهاد نشده نشون بده که اولین رشوهمون چقدره. $5,000 پول نقد. نه؟ خوشتون نیامد؟
این که تسلا نیست داداش. اگه رشوه اول قبول نشه پیشنهاد بعدی $50,000 و اگه بر فرض محال هر 1100 نفرتون 5000 تا و 50000 تا رو نخواستید پیشنهاد آخر رو نشونشون بده. وای خدای من. $1,000,000 علنا 1/5 جایزه اصلیه. با شروع اون تایمر 10 دقیقه‌ای اولین پیشنهاد من جامعه عمل میپوشه. کسی میخواد 99 تا از هم تیمیاشو با این $5,000 معامله کنه؟ اگه میخواین بسم الله، زمانتون شروع شد. فکر کنم مشکلی پیش نمیاد. امیدوارم یکی از یه تیم دیگه حاضر به رفتن بشه. $5,000. $5,000. یعنی $5,000 پول مفت نمیخواین؟ هیچ کس $5,000 نمیخواد. $5,000 هیچی نیست. $5,000 تو مشته. $5,000 وایس همین الان. حتی یه نفرشون هم 5000 تا رو قبول نکرد. خب از اونجایی که انگار کسی علاقه من نیست لطفاً تایمر رو ریست کن، بذارش رو همون 10 دقیقه. کسی 5000 تا رو نمیخواد. این پیشنهاد رفت که بره. معلومه که بهای خیانت بین این گروه 1100 نفری خیلی بیشتر از $5,000. اما وقتی داشتیم آماده ی اعلام رشوه $50,000 می شدیم، حالا هوای استادیوم به کل عوض شد. مردم روی همه سکوها داشتن به لبه ها نزدیکتر می شدن و خودشونو آماده پریدن می کردن. چون نقطه مشترک همه افرادی که اینجا هستن فقط یه چیزه. این مقدار پول واقعا زندگی ما تغییر میده. جایزم برای بچه 7 ماه هم لیلا عاشقت مانیکا رو برای تو میکنه. $5,000,000 رو ببری باهاش چیکار میکنی؟ باهاش دانشگاهمو تموم میکنم. شرکت امداد حیوانات را برای می‌ریزم. بابام خونه میخرم چون بابام یه معلول یه خونه جنگیه. میخرم چون خونم من از آتیش شغلم گرفت. استفاده دادم که اینجا باشم. کس دیگه هم استفاده داده؟ من اونا شاید دست رد به سینه $5,000 بزنن، ولی $50,000 یه قصه کاملا متفاوته. خب اینجا داستان تازه میرسه به جای خوبش. با شروع این زمان شمار اولین کسی که پاش به زمین برسه برنده این $50,000 میشه. و حتی فکرشم نمی کردم که این پیشنهاد باعث بشه یه نفر قبل از شروع زمان شمار از سکوش بپره پایین. صبر کن میرم هنوز شروع نشده بود. باورم نمیشه. تایمر شروع نشد. بالاخره اومده پایین. جایزه گیرش نمیاد ولی از سکو اومد پایین دیگه. باورم نمیشه. بابا خیلی گاوی تو. گاویش تو پروفسوره. نه تنها زدی واسه هیچ و پوچ کل تیم تو ترکوندی، بلکه خودت هم چیزی گیرت نیومد. قشنگ جا داره یه پس کله‌ای هم بخوری این وسط. جایزه گیرش نمیاد ولی از سکو اومد پایین دیگه. ولی چون قبل از موعد بود چیزی گیرش نمیاد. ای وای. زمان هنوز شروع نشده بوده. ای خدا. پولو نمیگیرم؟ نه جناب علی خیلی زود پریدی. وای خدای من، 99 نفر شانس $5,000,000 رو از دست دادن. شرمنده رفقا، اون اومد بیرون. یک زدی دختر. حداقل واسه $1,000,000 صبر این می‌کردی. خیانت برای گروهش باور نکردنی بود. همه از اینکه شانس بودن تو 20 گیمز رو از دست دادن خیلی ناراحت بودن. خیلی خوب، سکوی شماره 6 شما شما حذف شدید، هم تیمیتون اومد بیرون. شرمنده رفقا ولی وقتشه برید خونت. چالش آخر خدایی بیرحمانه بود ولی در برابر چیزی که این 1000 نفر قراره تو شرکت کنن هیچی نیست. اونا جای خودشون رو توی بزرگترین ریالیتی شو تاریخ رزرو کردن و یه نفرشون قراره با $5,000,000 پول بره خونشون. ولی قبل از اون اول باید مسابقات 20 گیمز رو شکست بدن. خب رفقا تا اینجاشو براتون گذاشتیم یوتیوب، اما اینجا رو باشید. چراغا رو بزنید. این قراره خفن ترین برنامه‌ای باشه که تو کل عمرتون میبینید. ما یه شهرک سینمایی کامل ساختیم. قراره یه جزیره اختصاصی هدیه بدیم. یه جایزه $5,000,000 داریم با 1000 تا شرکت کننده. بالاخره این فرصت رو دارم که شخصیت سازی کنم، قصه هاشونو براتون بگم و فراتر از چیزی برم که تا حالا توی ویدیوهای یوتیوبی میدیدید. اگه حتی یه بار با محتوای من سرگرم شدی، اگه فقط میتونستم یه چیز ازت بخوام، اون این بود که بری و سریال 20 گیمز رو ببینی. کمتر از چند روز دیگه از puriavest.ir میتونی ببینی کدوم یکی از این 1000 نفر برنده این $5,000,000 پول نقد میشه. من برم برنامه رو شروع کنم. قسمت اولم روی یوتیوب میاد. من الان روی $5,000,000 پول واقعی ایستادم. بزرگترین جایزه تو تاریخ مسابقات سرگرمی.